Hi guys, merhaba. من ویکتی هم و اومدم ببینیم به آموزش ساخت فارم سنگ. بریم با هم آموزش ساخت فارم سنگ رو ببینیم که خیلی راحته و توی سروایوول هم میتونه خیلی زیبا اجراش کنید. لایک کردن، فالو کردن، کامنت گذاشتن این چیزا دنبال کردن فراموش نشه. اینم بیس چندان زیبامونه. خب 26 FPS میگیرم، نمیدونم چرا لگ داره. خب ببین، ما واسه ساخت فارم نیاز به چه چیزایی داریم. اول نیاز به سنگ داریم که نسوز باشه. بعد نیاز به آب داریم، واتر که نه آباد باید بگیردم. بعد لاوا داریم، لاوا میخوایم هیچ کدومشون ندارد. نیاز به هاپر میخوایم، چیست میخوایم، بعد آب میخوایم، بعد لاوا میخوایم، بعد گلس هم که 100% میخوایم و بب کنم تمومه. نه تابلو هم میخوایم. تابلو حالا هر تابلوی گذاشتین فرقی نداره، یه من اینو میذارم. خب بریم آموزش ساخت شروع بدم. ببین تو اول میای دو تا چست میذاری زمین، همینجوری خیلی ایزی چستو میذاری زمین. بعد میای میشینی زمین، شیفت تو میگیری یه دونه اینجوری یه دونه اینجوری، بعد 3 تا پشت سر هم اینا باید بشن 4 تا. بعد میای گلس تو میگیری دست شیفت تو میزنی شیفت تو میزنی، بعد میای پشتشو با سنگ 4 بلوک میبندی. بعد همین داشتم با سنگ 4 بلوک میبندی. بعد میای این ردیفو کلن سنگ میزنی، میای اینجا یه بریدگی ایجاد میکنی و تا اینجا اوکیش میکنی. بریم یه رکوردم ببینیم تو توضیح دوباره بدم ازش. ببین چستاتو میذاری زمین، یه هاپر به چست وصل باشه، بعد 4 تا دیگه هم به این هاپر وصل میشه. بعد میای گلس رو اینطوری روشو میکشی، بعد میای پشت هاپرها رو 4 بلوک میبندی. میای اینجا هم که تو جایی که گرام میگیری اینجاست، میای اینجا رو میبندی. بعد که بستی میای تابلو اینجا میزنی و اوکیش میکنی. حالا میتونی هر چی هم روش بنویسی می‌نویسی. دنبال مثلا بنویسیم ویکتی. آره اوکی، اینو که نوشتی میای اینجا میشینی روی گلس و آباتو میزنی. این به این دلیله که آب از اینجا نریزه بیرون. ببین وقتی که اینو بشکنم آب از اونجا زد بیرون. خب بعد تو میای اینجا میزنی و مینویسی ویکتی، بعد اوکی میشه. حالا میای چیکار میکنی؟ میای گلستو برمیداری روی این آب یک گلس میزنی. میتونی سنگم بزنی فرقی نداره. حالا من گلس زدم خوشگلتر بشه. بعد میای اینجا هم دوباره میبندی، بعد اینجاش هم دوباره میبندی. اوکی، این فارممون حدودا تکمیله. بعد میای لاواتو برمیداری، میای میشینی اینجا خیلی ایزی لاوا رو میزنی. اوکی تا اینجا حله. حالا ببین چیکار کردیم. چیکار کردیم؟ چست زدیم، هاپر زدیم، همشون به چستی. میتونی یک کاری هم کنیم. ببین اینو بزنی زمین، بعد بیا مثلا یه دونه اینجا بزنی. خب بعد بیا مثلا یه دونه به این بزنی، بشه چی؟ بشه مثلا
فارم سنگ 2 نفره که توی سرور خیلی به دردتون میخوره. شما اینجا ماین میکنین، رفیقتون هم اینجا ماین کنین، هر چی در آوردین توی این چست ذخیره میشه. بعد اینو که اوکی کردید میاد میشینی زمین، خیلی ایزی روی اینم گلس میزنی. من اینا رو میپوشونم، شما نپوشونید بهتره. من میخوام خیلی یک دست بشه، ببینی یک نواخت بشه، مثل خمیردی نداشته باشه. پشت اینم میبندم، زیر اینم میکشم. حالا چیزتون رو باید از هر طرف ببندین که مثلا شما موقعی ماندی هم بردارن شده، شما بتونید بردارید. حالا من از این برم میتونم ببندم. خیلی بزرگ شده البته. بعد میای چیکار میکنی؟ میای یه اتاقک، حالا درست نکنی بهتره، حالا چون من در خطرم یه اتاقک درست میکنم واسه خودم، برم توش واسه تون نشون بدم چطور ماین کنم. بعد میای کدام گیتو میگیری دستت، بعد از سروایول کریتیو برشون میداریم، میای اینجا ایزی میشینی، بعد ماین میکنی. هرچی ماین کردی اینجا دوباره خودش تبدیل به سنگ میشه. بعد هرچی که ماین کردی اینجا میریزه واسه خیلی ایزی. فهمیدی؟ ایزی. ببینم حالا 12 تا ماین کردم که خیلی راستش به زور ماین میشن، یعنی یکم زمان میبره ماینتون مثلا به 64 تا برسه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و فالو، لایک، دنبال فراموش نشه. استیو نگاه کن.